اینجا بهترین مکان تو ایران برای استراحت و ماهیگیری، اقامتگاه بومگردی گیلمار. از تهران حرکت میکنیم به سمت شهر زیبای رشت. نصف راهو که رفتیم وایسادیم آبجوش گرفتیم و چایمون رو به راه کردیم و باک ماشینم پر کردیم. مسیر 4 ساعته و 330 کیلومتریمون رو از آزادراه قزوین انتخاب کردیم که هوای خیلی خوبی داشت و هیچ ترافیکی نبود. تابلو چوبیشو دیدیم و رفتیم به سمت پارکینگ اقامتگاه. چمدونمو برداشتم و از این راهرو خیلی خوشگل وارد مجموعه شدم. فرم ورود به اقامتگاهو پر کردم و کلیدو تحویل گرفتم. پرسنلشون خیلی حرفه‌ای، مهربون و خوش برخورد بودن. زمان ورود خودشون تا اتاق همراهیتون میکنن که ما بهشون زحمت ندادیم تا براتون ویدیو بگیریم. هوای عالی و محوطه زیبا و ساختمونای تمام چوبی. این اتاق شاهنشینه. مناسب 2 تا 4 نفره و یه تخت 2 نفره هم داره. اتاقای دیگه‌شون اتاق محلی بدون تخت و اتاق مخصوص مسافران کم توانه. سرویس بهداشتی خیلی تمیز و حوله و مسواک و شامپو و بالکن با ویو زیبا. اینجا هم سالن رستوران مجموعه است. شاممون اومد. غذای اصلی شامی رشتی و میرزا قاسمی، مخلفات هم زیتون و سیر ترشی و بورانی و کال کباب و ترشی و ماسموسی و دلستر. بعد از شام هم رفتم کافه برای خوردن چای و شب نشینی. اگرم خانواده باشید آخرش میتونید شادش کنید و کلی لذت ببرید. بخوابیم صبح زود بعد پاشیم، کلی کار داریم. گیلمار خیلی تفریحات هیجان انگیز داره. قایق پدالی، کافی شاپ با فضای زیبای روی آب که آتشدان داره، کایاک مخصوص حرفه‌ای ها، دوچرخه سواری و ایر هاکی و ماهیگیری و پرنده نگری و ماساژ. اول وقت پا شدم برای صبحانه که بعدش با هم بریم برای ماهیگیری. آب میوه و تخم مرغ آبپز و شیر و دون و مربا و گوجه خیار و پنیر و نیمرو و عدسی و چای. انقدر زود اومده بودیم که مسافرای دیگه خواب بودن و تنها داشتیم صبحانه می‌خوردیم. لوازم ماهیگیری رو برداشتم و رفتم برای گرفتن ماهی ناهارمون. تا قبل از ظهر 2-3 بار لوکیشنمو عوض کردم و ماهی به قلابم نیافتاد. دیگه حوصله‌ام سر رفته بود و داشتم به اردکا غذا میدادم تا اینکه ماهی که گرفتم انقدر بزرگ بود که تنها نشد بکشمش بالا. با کمک یکی از بچه‌ها آوردیمش بیرون. ماهی کپور 3-4 کیلویی. انقدر برای زحمت کشیده بودم که تا شب دلم می‌خواست باهاش عکس بگیرم. دیگه برگردم به سمت آشپزخونه. ناهارمون هم حاضر شد. ماهی مخصوص شکمپر گیلمار. اینجا به معنای واقعی دسترنج خودتون رو می‌خورید. ماهیگیرش که خودم بودم، دست آشپز رستورانم درد نکنه. سالن ماساژ گیلمار هم برای خانم‌ها هم برای آقایون مجزا خدمات داره. اگر اومدید اینجا ماساژ رو از دست ندید که واقعا عالیه. نوبتی هم باشه وقت قایق سواریه. راستشو بخوای تا حالا سوار کایاک نشده بودم. فقط میدونستم که اگه می‌خوای غرق نشی باید بدنتو صاف نگه داری و تکون نخوری. یه مقدار که سرعت بگیری و دستت راه بیفته تازه میفهمی چه حالی میده. این صداش چجوری در میاد؟ واقعا نمیدونم چجوری این اردک رو راضی کردم که ازش فیلم بگیرم، ولی دمش گرم همکاری کرد باهم. جالبه اینجا غروب آفتاب جمعهش هم دلگیر نیست. داره شب میشه دیگه، باید کم کم جمع کنیم بریم برای دوش گرفتن و صرف شام. دیس کبابشون رو انتخاب کردیم، کوبیده و جوجه ترش و جوجه زعفرونی و چنجه. از اونجایی که خیلی شیکم و اما همیشه نگرانم یه وقت سیر نشم، کشک بادمجونم جاتون خالی سفارش دادم. از خستگی اولش دست به سینه خوابم برد، بعد دستم رفت زیر سرم و آخرش که دیگه داشتم ولو میشدم بیدارم کردن که برم تو اتاق بخوابم. ولی خب کلی کار عقب افتاده داشتم که باید میشستم پای لپتاپ. ریز هزینه ها و جزئیات و راه ارتباطی با گیلمار رو براتون توی کپشن مینویسم. این پست رو سیو کنید که گمش نکنید. فالو، لایک و کامنت هم فراموش نشه.